دوستان عزیز که غالبان وزن 73 کیلو با زینه افتخاری خواهند برآمد. اینک رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی‌های المپی در دسته وزنی تا 73 کیلو با غالبان مدال ها را تقدیم خواهد کرد. ابتدا میرزا جمیل رمضانوف که خیلی کوشش کرد برنده مدال برنجی می شود و غالبان تحفه های مالی هم تقدیم خواهد شد. مدال دومی برنجی را باشد الهام‌الدین جباروف از دسته رش به دست آورد و مدال نقره نصیب ابوبکر شیروف شد. این چهره که در رقابت‌های بین‌المللی هم درخشیده بود، واقعا این در بخش نوجوانان درخشان ظاهر شده بود، ولی امید داریم که در مین بعدا نیز درخشان ظاهر شود و این هم قهرمان تاجیکستان در دسته وزن 73 کیلو در رشته جودو محمد شریف نجمیدینوف مدال طلای خود را از دستان رسول باقیوف برنده مدال برنجی بازی‌های المپی پکین دریافت می‌کند. این هم جزئیات موفقیت ورزشگران دسته وزن 73 کیلو در فینال، هر دو نیز با ضربه فنی همون اصول زیبایی اوچی در دو بخش موفق شدند، هم از سمت پای راست و هم از سمت چپ و بیشتر باشد همین محمد شریف نجمیدینوف توانست که همین اصول هلوک از داخل پا به سمت مقابل را اجرا کند. به همین ترتیب دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان جودو، امروز ما و شما شاهد یک مسابقات تاریخی در رشته جودو شدیم که با هدایت رئیس تازه انتخاب شده فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایر برگزار شد و با امید درخشندگی پهلوانان تاجیک در صحنه رقابت‌های بین‌المللی دوستان عزیز و با امید که واقعا مسابقاتی که در همین سال در ماه ایون دوشنبه شهر ورزشی برنامه دارد آن را به سطح بلند به انجام برسانیم، برگزار کنیم و با امید درخشندگی و موفقیت و کامیابی همه شما هواداران و علاقمندان عزیز. اینجا گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های روز اول به پایان میرسد. بنده کریم خان بیگمتوف با شما بودم تا دیدار بعدی. روز و روزگار بر همه شما خوش.